پنجشنبگی را خوردن درست است یا نادرست؟ نادرست است دادر عزیز. نخورین. ما چند بار این مسئله را گفته بودیم. یکی از مسئله که من زیاد در اطراف این گفتم این مسئله پنجشنبگی خوری است. نخورین دادر عزیز. ولی ببینید من در کتاب نگاه کردم در قسم دوم صفحه 107 محمود الفتاوا، خدا خیرشان دهد، از دارالعلوم زاهدانند، مفتی خدای نظر در کتابش آورده است که کسی که اگر پنجشنبگی میکند و مردم رفته همون پنجشنبگی را میخورد، وای حلال نخورده است، وای حرام خورده است. برادر عزیز و گرامی، این را مکروه تحریمی میگوید، صاحب کتاب میگوید. مفتی خدای نظر در قسم دوم محمود الفتاوا در صفحه 107 دلیل ها و حجت های خیلی زیاد و خدا دو پشت ورق پر از نامه های کتاب ها آوردن که همین جایز نیست، درست نیست. حاضر مخفی خورده ایستن مردم. این نفس برادر عزیز، اگر پنجشنبه یک طرف، ولی ببینید برای چی پیامبر دو روز اگه روزه گیرین؟ یکی روز دوشنبه را روزه گیرین، یکی روز پنجشنبه را روزه گیرین. یکی از سنت های پیامبر همین که دوشنبه و پنجشنبه روزه دار باشین. اگر پنجشنبه گیری که درست میشد، پیامبر میگفت دوشنبه و چهارشنبه را گیرین، پنجشنبه را بین، پنجشنبه گیتون نخورید. آخه یک حجت خودش همین است که پنجشنبه را پیامبر روزه گفتند. برای این حیرت ده میمانی برادر عزیز و گرامی. ولی بعضی هاشا میگن که برای آن که نفهمنشان که پنجشنبگی خوری میروند، های مسجد میبرند، میگه اول روز خانه شون میروند، بعد که تین شید همت آرام استاک بعد خانه مرددار میروند. بیچاره مر ای گوش نگیره. برای شکم ببین، این هیله را برای شکم ببینید. اگر باور کنین یک پنجشنبه نه، در یک هفته 3 روز، دوشنبه، پنجشنبه، شنبه، 3 روز اگر خوردنی میشد، نفس ای شما راضی نمیشود. باز میگوید که کاش که 4 روز میشد، کاش که کلی هفته میشد. این سیر نمیکنه برادر عزیز این نفس انسان. برای این جایز نیست. نکنین دادر عزیز، برادر مهربان، نکنین. اگر به خاطر ثواب کنین شما گناهگار میشین. باز قید میکنم از حساب همین گفتن در پیش بعض اهل علم هم سیاه شده. بسیاری این مسافدایی که کم و بیش با دعامون میدادن از حساب همین مسئله دیگر رومون هم نگاه نمیکنن. ولی به خاطر آن که قسم به نام خدا، به خاطر خدا گپ میزنم. ولی باز میگم در کورپچه ملای من میشینم، گوشت کلان در پیش من ای پول میتا در پنجشنبگی در کار شود. ولی ما گذشتیم، از همه ما گذشتیم. لازم نیست، در کار نیست. بگذار آنچه که شریعت معین و مقرر کرده است همو دفعه پیرو شویم. به خاطر خدا کنی گناهگاری درست نیست برادر عزیز و گرامی. وهبه زحیلی در کتابش میگه از فرهنگ جاهلیت است، از دورهای پیش از اسلامی در اسلام ما گذشته است. دیگر فراموش نکنید که قانون جمهوری هم با امضای رهبر دولت که در همین مسئله ها گفتگو شده است، حدیث پیامبر است که و ما یطیع الامیر فقط اطاعنی. پیامبر گفت کسی که پادشاه را اطاعت میکند معنای او را دارد که اطاعت رسول الله است. اطاعت رهبر، اطاعت گویم جناب حاضره، جناب عالی که در همین باب پنجشنبه و جمعه و هفت امضا کردن، همین را اطاعت در گردن همه ما واجب است. اطاعت رسول الله است، زیرا ای قرآن حدیث بیرون نگفتند. برای چی این کار را میکنیم آخر؟ فایده ما از به خدا قسم. صدقه را کسی پیش راش نگیریم، صدقه کردن بگیر. صدقه همی شرط نیست که همی 4 کسی ما را فیراد کنی و شکم ما سیر کنید. این امروز بهترین صدقه نیروگاه برقی راغون، بهترین صدقه. به نام خدا از این صدقه خوب دیگر حاضر کم یافت می شود.
یک جایی که برای بهبودی ما و شما، برای آینده ما و شما چقدر نقش کلان می‌بازد. ولی ببین این صدایی که تمام کوچه را فرا میگیرد، با واسطه چی این صدا دور میرود؟ برق است. 4 روز سویتا ما نسوزد، یک دیویژا که 200-300 دلار میخرید، هر روز 2-3 لیتر بنزین صرف میکنیم. صرف کنید، خراجاتتون حساب کنید. برای روح پدرت، روح مادرت، اولاد اجدادت کوشش میکنید. این مرحمت جای سهمگذاری، جای خیر احسان. اگر خاطر خدا باشد، برای این کسی که اگر دادرای عزیز تشکیل کننده پنجشنبگی است، یکمش گناهکار در پیش خدای. کسی دانه و همین ها را اگر در همون جماعت ها خبر نکنه، از او آدم متهم و گناهکار نیست. اینا را رفته خبر تید در پیش را شونگیرند.